اکثر مردم از اینکه دو نوع جراحی بینی وجود دارد اطلاعی ندارند: جراحی بینی باز و جراحی بینی بسته. در روش سنتی جراحی بینی باز که 99% پزشکان انجام می‌دهند، یک برش خارجی در زیر بینی ایجاد می‌شود که همیشگی بوده اما نامحسوس است. این برش به جراح اجازه می‌دهد تا تمام ساختار و بافت‌های داخلی بینی را مشاهده کند. عمل بینی باز برای بعضی از جراحی‌های ترمیمی بینی لازم و ضروری است، در حالی که در اکثر مواقع نیازی به این نوع عمل نمی‌باشد. در جراحی بینی بسته بدون برش که سالها مورد بررسی و امتحان قرار گرفته است، جراح تمامی برش‌ها را داخل بینی ایجاد کرده و در نتیجه هیچگونه بخیه و زخم خارجی وجود ندارد. این نوع جراحی مورد علاقه افراد مشهور، بازیگران و ورزشکاران برای تغییر فرم بینی و اصلاح مشکلات تنفسی